راه به سوی ولایت مختار کوهستان بدخشان یا اینکه بام جهان طریق ناحیه شمس‌الدین شاهین یا شورابادی سابق انجام می شود. ما همراه دوستان تا شهر خاروخ کنار دریای پنج حرکت می کنیم. باید اینجا عبید کنیم. تگ این درخت را انتخاب کردیم برای خوراک خوردن. جای خیلی خوب، سایه. درخت نمیدونم درختی چی است. با درختی زیتون مانند است، اما اینجا زیتون نمیروید به فکرم. خوراکوی ما برای 3 روز نمیدونم میرسد نمیرسد. خیلی باز خرید میکنیم. چقدر گفتیم اینجا دریای پنج است که ولایت بدخشان از افغانستان از بدخشان تاجیکستان جدا میکنه. این دسترخوان ما دسترخوان سیراهی و هندله امیری باشه از ناحیه جیهون در ناحیه درواز. شستن ماشین در ناحیه درواز خیلی آسان است که شرشره میستی ماشین هم تازه می شود. راننده ما اینجا قرار داد. ساعت 7:32 هنوزم حرکت داریم به سوی شهر خاروخ، اما راه خیلی طولانی است و چندان راه های خوب نیستند که آدم خسته می شود. ما هم برآمدیم کمتر هوای تازه. دوستان عزیز، شما که طبیعت زیبای چهارچمن رو دیدید، من هم عاشق شدم. خیلی موضع دوست داشتنی و ناتکرار است. دلم میخواهد اینجا باشم. روزهای دراز اما متاسفانه باید رویم. همزمان در ناحیه درواز باغ استراحتی هست که آنجا مناره ایفل و نسخه معماری های کشورهای ترقی کرده مثل امریکا، لندن گذاشته شده است که مردم زیاد عکس میگیرن اینجا استراحت میکنن.
راه البته هموار و زیبا بود، ولی از ناحیه درواز که گذاشتیم آهسته آهسته راه خطرناک میشد و برای ما ترس را ایجاد میکرد. سفر ما به ولایت بدخشان ترکستان در حال بود که در افغانستان نیروهای دولتی و طالبان در حال جنگ بودند، ولی مردم در آن طرف مرز آرام به نظر می رسیدند. کارهای کشاورزی می کردند، کارهای دهقانیشان می کردند. ما هم مشاهده کردیم که در اونجا پرچم‌های سفیدی گذاشته شده است و معلوم میشد که این پرچمی خود طالبان است که همون منطقه‌های زیر نظارت گرفته‌شان را پرچم گذاشتند. سهر ساعت 6 از ناحیه فنج حرکت کردیم به ناحیه روشان، اما متاسفانه در راه یک ماشین کلانی بارکش و جر شد و ساعت نه از اینجا کشیدن برآوردن. ما هم انتظار میشیم که راه باز شود و حرکت کنیم و روشان و بعدا به خاروف. ما حالا در یزغلام قرار داریم و اینجا قرار است که چای صبحگاهی رو خوریم، شیرچای یزغلامی. همکارا وقتی که با همکارا در یزغلام بستیم شیرچای فرموش داریم. حالا میبینیم چی مزه داره. مرکز معموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در دو
ساحل رود غوند و ریزشگاه آن رود 5 در بلندی 2200 متر از سطح بحر. نظر به دیگر شهرهای تاجیکستان در خاروق و حرکت ماشین‌های ساخت چین که مردم تنگه میگویند خیلی زیاد است. دومین مرکز اسماعیلیه در تاجیکستان است که در خاروق از جانب شبکه آقاخان ساخته شده است و هفتمین مرکز در جهان بوده است. دوستان عزیز، جمعیت اسماعیلیه در تاجیکستان اساساً در بدخشان زندگی میکنند. یکی از بزرگترین جمعیت های این طریقت در جهان دانسته می شود. اگر خطا نکنم در تاجیکستان بیش از 150,000 پیرو دارد. این گرم چشمه در ناحیه اشکاشیم در ترکیبش گیدروگن سولفات کربنات گیدروکربنات داشته است که در فصل تابستان مردم زیاد اینجا می آیند. گرم چشمه در ناحیه اشکاشیم این روزها خیلی پرآدم است، پرمهمان است، چون که آب این را برای بیماری های پوست، فشار بلندی، بیماری‌های دیگری خونزدگی دارو میگویند. وقتی که ما با حوض کلانش رفتیم اونجا مردم زیاد بود، خصوصا از خارج هم بودن، امریکایی ها و هندو ها زیاد بودن. ما نتونستیم جا بازی کنیم چون طبق مقررات گرم چشمان باید هر نفری که جا بازی میکند صرف اوریان باشد. البته به خاطر اخلاق و شرم و حیا این چیزا ما اونجا وارد نشدیم. البته به حجره های علاهیده رفتیم که اینجا برای یک نفر 7 سامان است. در علاهیدگی میتونی آبازی کنی و استراحت کنی. آبش کمی بوی بد میدهد و به خاطر اون که برای بیماری ها دوا گفته میشود ما هم آمدیم آبازی کردیم. میبینیم که چی خصوصیت توبتی دارد، یعنی خودمون اکسپریمنت میکنیم که درست است یا نه. اگر وقت از ما شد حتما بیایید ببینید، همزمان تماشا کنید از طبیعتی که اینجا هست. این منظره زیبا دهه زانگ در ناحیه اشکاشیم است. چیزی که برای من پسند بود روحیه شاد مردم بود. نظر به چند سال پیش، سال 2012 که با بدخشان آمدگی بودم، این سال روحیه مردم خیلی خوب به نظر می رسید، اما زیاد صحبت نکردیم با آنها. البته راه گرفتیم به ناحیه مرغاب. از این راه خرج می شود ناحیه مرغاب که تصمیم داریم برویم از اینجا از زندگی مردم آگاه شویم. تا به مرکز ناحیه مرغاب راهی طولانی است، ولی شب در دهه علی 4 مانده ایم. هوای خیلی خیلی سرد و شمالی تند در دهه علی 4 در ناحیه مرغابی ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اینجا هوا خیلی سخت است و ملاقی ما رسیدیم و جمعی همکاران
دیگر و در شرایط هاستل زندگی خواهیم کرد. شب نرخش هم زیاد گرم نیست، اما مثال مردم اینجا که چند هاستل داشتن چند نتوانستن از میان پذیرایی کنن چون سرمش پاندگی کردن ویروس این چیزا میرن داخل خونه بیرون دیگر خیلی سرد است. باید روی بخیره. این خانه است که ما زندگی میکنیم. اینجا قرار است که نوحیه مرغوب این نوحیه چورو پرور است که ما در جماعت دیو تالی چور اصلا مردم با شغلشون با فقط با چورو دوره، یعنی قطوس پروری. قطوس یک نمود چورو است که مهنتشون کم، صرف خروجات یعنی با دیگر نمود چورو کمتر استفاده کرده میشد، لیکن برای قطوس پروری در همین مناطق نوحیه مرغوب شرایط زیاد است. ممکن است که صبح ساعت 5 از علی چور خیستیم میرویم به سوی مرکز نوحیه مرغوب. اینجا البته در تابستان لباسای خاص داشتن و کلاه جای عیبش نیست چون که هوا خیلی سرد است و امشب بارون بود. این ناحیه در شمال با ولایت اوش قرقیزستان، در شرق با ناحیه سینجیان اوغورستان چین، در جنوب با ولایت بدخشان افغانستان هم مرز می باشد. در شمال و غرب با ناحیه های طویل دره، جرگتال و در غرب با ناحیه ونج و روشان، شغنان، راشقلعه و اشکاشین همسایه بوده است.
این ناحیه در بلندی بیش از 3,500 متر از سطح بحر جایگیر بوده یکی از نادرترین مکانهای دیدنی ولایت بدخشان تاجیکستان است. اکثریت توریستان از ناحیه دیدن میکنند. اکوتوریسم بسیار سال از سال رشد یافته شده است. هر ساله یعنی ناحیه مرغاب از جهت اکولوژیا، از جهت حیوانات نباتات، از جهت دیگر رستنی‌هایی که میتواند دیگر خارج کشور را جلب نماید بسیار میباشد. در این ناحیه عادتاً قرقیزها زندگی میکنند که 80% مردم این ناحیه را تشکیل میدهد. اهالی مرغاب 16,000 نفر است. در اینجا هنوز برف از زمستان باقی مونده است. برف شاید تا زمستان دیگر اینجا برف موند. 7 ایول برف از زمستان اینجا مونده است. اینجا عقبه آقبالته است در بلندی 4655 متر از سطح بحر. حالا اینجا هوا گفتیم سرد اما کم کم ژوله میبارد. برف خشک، برف قاق. قرقل جماعت دیگری ناحیه مرغاب است که اینجا کلانترین کوه تاجیکستان است که دقت خارجی ها را جلب کرده است. در بلندی 3900 متر از سطح بحر، درازیش 33 و بلندیش 24 کیلومتر است. بلندکوهی سرد و زیبا منظر نه به هر انسان برای زندگی موافق است. کمبود شدید اکسیژن از خصوصیت‌های ویژه‌ای طبیعت مرغاب میباشد. طول عمر انسان در ناحیه از 55 تا 65 ساله را تشکیل میدهد. بعد تماشای بحر قرقل که شمال سخت داشت یک کمی خسته شدیم و با زندگی مردم آشنا شدیم اینجا که قرقیزی ها زندگی میکنن. زندگیشان از حساب چارواداری است و چارواشان البته قطاس پروری که حالا آنها در منطقه های چراگاه هستند. نتونستیم اونها را بینیم و اما با بعضی دیگرها شناس شدیم، صحبت کردیم. بعد این میرویم بر خوابگاه که راهبریت همین جماعت برای ما مهیا کردن. باید شب را سحر کنیم. برای چی زیاد خسته شدیم؟ چون قرقل از سطح بحر زیاده از 4000 متر بلند است. وقتی آدم از منطقه ها یا وادی ها می آید در بلندی نفس گرفتن دشوار می شود و از جمله من مشکل نفس گیری دارم. همکاران منم دردی سر، فشار بلندی و نفس گیری. چون در هوای بلند مشکلی نفسگیری و گفته پزشکان و البته مغازه مشاهده کردن پیش می آید. که ما باید
اینجا زندگی کنیم. کسی نیست. اینجا بینای مکتب است بفکرم. بینای مکتب. اینجا درس ها با زبان قرقیزی می شوند. در خود ناحیه تنها یک مکتب تاجیکی است، چون اینجا ببینید اینجا نوشتجات تاجیکی است، اما بعضی چیزهای دیگر قرقیزی هستند. آن همین اینجا قرقیزی نوشته است، چون تعلیم با زبان قرقیزی می شود بیشتر. اینجا خوش آمده تاجیکی. ما حاضر در جای خوابمون حضرت موسی نامشون هم خیلی هستند، در مهمانی هستیم و برای ما چکه و نانهای پختی خود حال نچشنیم، مزهش نمیدونیم و بعد خوردن مزه نان حتما برای شما میگیم که چی نان است، چی مزه داره. بفکرم نانی چکدونی است چون جدی هست و نان خیلی با مزه و شیرین. جرقات باشد از قطاس است، گوهای آدینه قطاس. این قطاس در فقط در جاهای سرد سبکه سطح بلند کوهستان زندگی میکند. اکا بخواد جرقات اکا بخواد جرقات چقدر بود؟ جرقات قطاس چقدر جرقات؟ بهترین اکا بهترین. فهمیدی که جرقات فرق جرقات توست بود است، خیلی شیرین با لذت. نوشی جان رحمان اکا اینجا بافشون رفته و یک گربه میزنم با خوک بلاگم دمانم یوتیوبم. خیلی نبیا الهی امین خیرت قدم دفت کلی بالا جزاک الله و خیرم کسی. و چیزی دیگری که باید بگویم این است که خواهش میکنم شما سابسکرایب کنید، یعنی که ابونه شوید اینجا. و هدف ما پول کار کردن است. هدف ما این است که ویدیوهای میبرداریم از منطقه های توریستی تاجیکستان به ثمر نباشد، یعنی که شما ببینید و کار ما هم نتیجه داشته باشد. و این ویدیو و عکس و نوارهایی که برای شما گرفتم و چیزهایی که گفتم هیچ ارتباط با رسانه‌ای که من کار میکنم ندارد. و دوستان عزیز باز هم خدا نگهدار.